سلام، امروز میخوام یه روز کاری خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم. ساعت 9:30 صبح میرسم سالن. اولین کاری که میکنم پرده ها رو میدم بالا، به گلدون آب میدم که هم آب کافی و هم نور مناسب داشته باشن. قبل از اومدن مشتریام حتما میز کار خودم رو آماده میکنم. اینجام که نمیدونم اول کدومو بخورم. به نظر من نوشتن کلمات و انرژی خیلی تاثیر میذاره تو روند کار. کاری که من همیشه اول صبح انجام میدم و به نظرم هر آدمی باید این کار رو انجام بده. خب نسکافه رو بزنیم که قراره اولین مشتریمون بیاد. رأس ساعت 10 اولین مشتریمون میاد. ترمیم دست و همراه ژلیش پا که نزدیکای ساعت 2 هم ترمیم دستشون تمام شد هم ژلیش پاشون رو انجام دادیم. ساعت 2 مشتری بعدی میاد، ترمیم دست به همراه ژلیش پا. این مابینم غذامم گذاشتم گرم بشه. ترمیمشون رو انجام دادیم، ژلیش پاشونم زدیم و مشتریمون از پیش ما رفتن. قبل از اومدن مشتری بعدی حتما میز کار خودم رو تمیز میکنم. ناهارم بخورم که ساعت 5 مشتری بعدی میاد. این خانوم رأس ساعت 5 اومدن، ترمیم دست و ژلیش پا. خریدم که خیلی دیر به دستم رسید و ترمیم دستشون رو انجام دادیم، ژلیش پاشونم زدیم و خیلی راضی بودن. خب ساعت تقریبا 8:25 است و پایان روز کاری من بود. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.